هیچ میدونستی همین نمک سفره‌ای که هر روز داریم میخوریم این همه کاربرد جالب داشته باشه؟ یه دونه زرده تخم مرغ رو با کمی نمک و جوش شیرین داخل آب ترکیب کن، هودت رو باهاش تمیز کن. قول میدم تا 50 سال آینده نیاز به تعویض هودت نباشه. یه مقدار آب جوش و نمک رو بریز روی تخت گوشت، بذار چند دقیقه بمونه. جوش شیرین و سرکه رو واسه استریل کردن و پاک کردن عمقی تخت گوشت اضافه کن. خوب مالش بده و در آخر آب جوش رو هم بریز. به اندازه روز اول تمیز و نو میشه. برای پاک کردن سریع رسوب چربی سینی زیر هود، یه قاشق جوش شیرین، یه قاشق نمک و مایع ظرفشویی رو بریز. سپس سرکه سفید رو هم اضافه کن. چند دقیقه داخل آب داغ بذار خیس بخوره. چند بار تکون بده و آبکشی کن. بلافاصله تمیز میشه. برای تمیز کردن سرشله‌های گاز، اول جوش شیرین رو به صورت یک نواخت روی گاز بریز. پس از واکنش شیمیایی سرکه سفید و جوش شیرین روش چند لایه دستمال کاغذی بذار چند دقیقه بمونه. در آخر برای استحکاک بیشتر روش نمک بریز و با یه پارچه خشکش کن. اگه برات کاربردی بود توی کامنت 3 تا قلب من یادت نره.